رو آروم زد. مامانه گفتم بله بفرمایید تو. ماهان جان اونجا سوسول. دختره اومد خونه ما، پارسالیپ هم خونه، همه خونه بود. دختره اومد خونه ما، ماهان کیسی هم بود. اینم که کرمی تخمی به این. آقا اینا شروع کردن داشتن با هم دیگه حرفی زدن. دختره میزد تو سر کله ماهان کیسی، مثلا کرمی. آره یه کشتی. اینا که هم دیگه رو میزنن. ماهان کیسی هم فاز جنتلمن میگفت ای بابا نکن بابا مثلا. آقا دختره یهو موهاینو گرفت کشید، موهاینو کشید، اینم دیوونه افتاد شده. رو زمین، انداختش رو زمین. اینم دیوونه شد، پرتش کرد رو زمین، افتاد نشست روش، دستاشو اینجوری گرفته پرت بود دوستان که مثلا موهاشو نکشه. اون چاقال آخه. وایس بقیه‌شو هم بگم. خلاصه من مثلا پریدم، نشسته بودم روی این خانم اینجوری رو زمین، صدات نمیاد آقا. دستشو مثلا گرفته بودم که نظر مامانش همسایه پایینی اینا بودن دیگه. سر صدا رو شنیده بود، پاشد اومد بالا، آرومم در زد. این دلغک تو همون موقعیتی که من اینجوری نشسته بودم روی این در رو وا کرد، اینجوری اومده بود داشت من نگاه میکرد. دختر مامانش اومد تو من نگاه کرد، گفت ماهان دست درد نکنه شاب از زیر کوشه من سلاتو برداشت برد. در رو آروم زد. مامانه گفتم بله بفرمایید تو. ماهان جان اونجا سوسول. با همین چشا اینجوری گفتم اونجا اصلا. مامانه که داشت میرفت جلو پاش اینجوری میکردم. کسی